حضرت وقتی که فساد در خشکی و در تری آشکار شود، خدا گفته من رزق کم میکنم، برکتی وقت میگیرم. همین حدیث چخل فهمیده شما از رسول اکرم؟ میگه وقتی پرسیدنشه در همین شرح صحیح مسلم بیاره، گفت که فسادی بر و بحر همینه که وقتی دل مردم رسوا شد، وقتی زبانش پروردگار برکتی رزق میگرفته. من همین روز تا بیگار کار میکنیم، هممون تا سحر کار میکنیم، اکثریت من 10 سال پیش تعریف میکنیم، 20 سال پیش تعریف میکنیم. و اذا ظهر الفساد فی البر والبحر، وقتی میگه افلاسی در زبان و قلب پیدا میشده، پروردگار حتی همون رزق پرنده ها هم کم میکرده و نحسه میودمو. پروردگار همون رزق مور و ملخ کم میکرده، برکتی وقت میگرفته. باور کنی ماه ها رنگ هفته گذشته است، نیم ساعت پس برای ما جمعه آمده است، ما نمیفهمیم. برای که زبان ها فساد شد، قلب ها فساد شد. و اذا ظهر الفساد فی البر والبحر، صدیق اکبر در بالای منبر بودن، میگه سوال دادن، حضرت گریه کردن، گفتن یک روز میشوه که زبان مسلمانان قطعی روحشون به حد فساد میشوه، به حد زبان و فساد میشوه. حتی با در دیگر حدیث گوهر باشان جناب پیغمبر فرمودند که ان الله تبارک و تعالی یبغض الفاحش البذیء، پروردگار آدمی بد زبان دشمن گرفته بوده، بد زبانو دشمن خدا بودن. برای همین زبانوی بد، فعلی بد، نیتی بد رزق مور و مار و ملخ کم میکرد در زمین. چون اینقدر زمانوی 50 سال پیش تعریف میکنه که زمین حاصل داشت، کیسه ها فیض داشت، دسترخوان با معنی بود، اما موسیقی جنومه برآمدن همون قدر کارهای خوب میکردن، برای که زبانو تازه بود، قلبو تازه بود. این وابستگی همینه. هر چیزی را که قرآن ما و سنت ما میگه، اگر او را دشمنای ما هم گیرن عمل کنن که کارشون پیش میروه. این خیلی گمان نکنیم که این فقط مولی ما مسلمان ها. برای همین هر یک انسان مقصد ای شیشتنا مونده همین مجلس ها، مقصد ای صحبت ها مونده این مجلس ها، گوش کردن گپی علما در این مجلس ها، کوشش کنیم که هر یک تمام یک عمل رذیله منو بس کنیم. هر یک مقصد همینه، مقصد همینه که یک زبان من و یک قلب من و یک کمبودی من روز کنیم، یک کمبودی من روز کنیم. زیرا که قرآن در خداوند آدم ضعیف گفته، خداوند در قرآن آدم ضعیف گفته، در آیه پس می اومدگی جهولش گفته. چگونه که حضرت خواجه انصاری هم میگه که الهی پروردگارا، اگر رحمتی تو نباشه، اگر بخششی تو نباشه، تو ما را نبخشی، تو ما را رحمت نکنی، تو ما را عفو نکنی، خودت ما را ضعیف گفتی. آخی ما ضعیفیم، یا او بیامی ضعیف خلق شدیم. اگر تو ما را تعلیم نتی، دانایی نتی، بینایی نتی، زیرکی نتی، خودت ما را نادان گفتی، جهول گفتی. ما در بین ضعیفی و جاهلیم. اگر تو دستمون نگیری ما هیچیم. هر کسی به توفیق، هر کسی از هدایت دوره، هر کسی ای مجلسات دوره، به کسب خودش دوره، خودش نخواسته نامینه. هر کسی می بیام میشینه بزانو میزنه گوش میکنه، ایرا نغزانه که به کسب انتخاب کردگی خودش بگه ثوابشو میگیره. حدیث ابو رافع بده که روز قیامت بنده را به سوی دوزخ میبردن، از روی اعمالش حساب میکردن، بنده های اهل ایمانه. بعد از او ملائکه های موکل به همی بردن میپرسیدن که اخلا یگان بار یگان مراتبه در صحبت یگان علما نشیشتی یگان بار؟ میگفتن نه. میگفته یگان علما را دوست هم نگرفتی خطی شیشته باشی؟ میگفتن نه. میگفته یگان جورت فکر که، یگان دوست فکر که، صدیق فکر که. حدیثی که ابو رافع روایت میکنه از رسول اکرم، همون دوستدار علما نبوده، فکر میکنه. میگفته بله یا دوستون بود که دوی همنشینشون بود. میگفته بیاری امر نامش میگرفتم می آوردیم. میگفتم بله. میپرسیدم میگه فلان او بله فلان علما قدیم ما شیشتیم، همین قدیم ما میشش ما قصه های همون معویزه و برکت همون گاب میزدم. میگفته به فیض همون آدم ای دوزخ گردونشه. اینا میگه به فیض همون آدم. و حتی که دوستا شفاعت میکردن با دوستداری علما. یک چند طایفه آدم‌ها شفاعت میکنن، یک تاش علمای ربانی هم یا شفاعت میکنن. این مجلس ها مجلس عادیه در نظر ما، میگن به نهایت فیضش بلنده. همین روز 1000
گو اگر در دنیا همین شهر اگر هزارها گو کشته شوه، یگان تی ایره به یک اندک گوسفند روز قربانی برابر نکنه، خون قربانی پیش خدا میره. این میمونی همین میکشی در زمین میریزه پیش خدا میره. یگان خون بوی مشک عنبر نمیکنه. رسول اکرم گفتن که بوی خون قربانی بوی مشک عنبر میکنه. حتی میگه یا حمیرا و ای عایشه تستر بیا این مال قربانی را خبر داری که یگان چیز ثوابتر از خون قربانی ندیدم. یعنی که امروز اگر ما در خونمون 10 مال کشیم برای توی و تماشا و خیر خدایی خاندانمون، برابر یک خون قربانی برابر نمیشه. خونه فرق داره برادر، این مجلسا فرق داره. اگر همین روز صدها جماعت داشتیم، جماعتی که در وای دعوت خدا و رسول شوه، این فرق داره پیش خدا میره. همین روز 10 کاری خیر میکنیم. ام المؤمنین مادرمون روایت میکنه هر باره که حضور نبی کریم یگان پرسنده و سائل و گدا می اومد، حضرت در حال می گفتن که فلان جاده خرما دارم، فلان جاده یک تنگه موندگی، همون را می آورده. میگه جناب پیغمبر میگه در عطر تر میکرد بعد در همو گداها میداد. همین سنت ام المؤمنین مادرمون در زمانشون میکنن. بعد از اون میپرسیدمشون، میگم من ابن عمر ایو مادر چی با شما همین وقت صدقه دادن و نگاهتون میکنه، وقتی همین کارا رو کردن در تنگهاتون در دوخی تر میکنه. میگم ای رسول اکرم فهمیدگیم که هر کسی یک گشنه چیزی میته پیش خدا میره و اون پیش خدا خوشبو راوه. برای همین بسیاری چیزا هست پیش خدا میره. این مجلسا پیش خدا میره. امام غزالی گفته در پیش چند چیز خم میشه و شما به خبری آبروتون ای عرش بالا میبرن. گفته چیه؟ گفته یک تا دستی اوتر موچه کردن ای در نظرتون کاری اندک میتوه، لیکن ای عرش بالا میبرتون ای کار. بعضی آدما را نگاه میکنی گفته دست علما میبوسن، دست استاد میبوسن، بسیار آدم بالا میبره. و بعضی کارهای هستن که آدم به خاک یکسان میکنن. میان به حرمتی پدر و مادر میکنی، یک عمر تناسوری مردمی میکشه آدم پس میکنه. برای همین ای مجلسو فیض میگیریم. آدم از آدم فیض میگیره. صحابه روایت میکنه که من در اسب سوار شدن دلم هوایی میگرفت. پیغمبر خدا ای بازار یک اسب خریدن و در من دادن. گفتن که این سوار شو میریم. بعد گفتم که فرستاده خدا من همین اسب سوار میشم دلم میشوره، من هیچ سوار شدن نمیتونم در اسب، من نمیتونم همین کارا کرده. حدیث امام مسلم روایت میکنه میگه جناب پیغمبرم 50 شون هم که کردن دم بالا خفه سینه میگه مونده نمیتونم همین اجی خدان کم تر ایستادن. گفتن که قسم به نام خدا، گفتن با همین اسبا گفتن من ارمیه و لشکرای فارس شکست دادم، دیگه دلم نشورید از فیض یک قپیدن پیامبر اکرم. ای صحبتامون فیض میگیریم، آدمای آدم فیض میگیرن. ای صحبتا صدها رمیده در رحم درویا، صدها به نماز میشوه. منبر، مسجد، محراب، این مجلسا کاری بد نداره به خدا. آدمای رمیده را در رحم دروره، آدمای به معنی را در رحم دروره، آدمای به خدا را به خدا میرسونه. این بسیار کاری بزرگه. یک روز میشوه که حسرت میبیو، یک روز میشوه ندامت میبیو، او روز دیر میشوه. برای همین چیزی هم باشه نباشه همیشه در صحبت علما باشه. علما وارث رسولن. دین ما ای همیو میفهمیم، دین ما از همینو میدونیم.